آیا قد بلند شدن امکان دارد؟ بسیاری از آدمان به یکی از عضوهای خود ناراضی هستند. به یکی گوشهای درازی داشته‌اش پسند نیست، دیگری از بینی کلان شکایت دارد و سیومین از قد پست ناراضی است. ولی هر یک داده خداوند را میتوان خوب استفاده کرد و رشد داد. آیا بلند کردن قد امکان دارد؟ کدام عامل‌ها به قد تاثیر دارد و چگونه آن را میتوان بلند کرد؟ ارثیت. قد پدر و مادر تأثیر مستقیم به فرزند دارد. اگر فرزند قد پست را از والدین میراث گرفته باشد، بلند کردن آن خیلی مشکل است، اما این را در خاطر دارید که امکان پذیر نیست. غذا. خوراک سرغذا برای داشتن قد بلند نقش مهم می‌بازد. طبیبان برای بلند نمودن قد استعمال ویتامین D را توصیه می‌دهند. این ویتامین بیشتر در ترکیب تخم، ماهی، پنیر و محصولات شیرین موجود است. اینچنین خوراک‌های ورزشی از قبیل پروتئین از مجموع زیاد این ویتامین ترکیب یافته است، اما متخصصان استعمال آن را توصیه نمی‌دهند، چون که آن در نتیجه آمیخته کردن چند مواد حاصل می‌گردد و به بعضی عضوهای انسان خطر دارد. ورزش. برای بلند نمودن قد طبیبان و مربیان ورزش مشغول شدن به تورنیکشی، آببازی، جهیدن به بلندی، بسکتبال و والیبال را توصیه می‌دهند. ورزش‌های ذکر شده از نظر کارشناسان بهترین وسیله‌های دراز کردن قد به شمار می‌رود. مساژ، مخصوصاً محض کتف، در انکشاف قد نقش سازگار دارد. از نگاه متخصصان درازشوی قد از انکشاف استخوان وابسته است و محض جریان انکشاف استخوان را می‌تیزاند. خب، طبیبان به نفرانی که آرزوی قد بلند شدن را دارند در یک شبانه روز 9 ساعت خواب کردن را حتمی می‌دانند.